امروز در زمان جناب پیغمبر در پیش کعبه مشرکا عهد بستن که قرآن 3 تقسیم کردن. گفتن سال دیگه همین روز می بیاییم 1 تقسیمش تو جواب می نویسی، 1 تقسیمش تو می نویسی، 1 تقسیمش من. تمام شاعرای عرب بودن. گفتن ما محمد صلی الله علیه و سلم متهم میکنه به کتاب آوردگیش. این ما مثل همین میتونیم. همونها را خدا گفت که فیلم تفعلو، شما نمیتونه کار کرده. با تاکید کرد لن تفعلو. لن از برای استغراق میبیا. یک کار انسان میگه که کنکرت نه نمیخیله. خدا اول لم آورد که نمیتونه لن آورد. تا قیامت نمیتونه خطانه غم نته. این معجزه قرآنه. چی شما نمیتونه؟ رنگ قافیه بندی شعری که در اون زمان عرب همش ادیب شعر نویس بود، همین خیلیش هم نمیتونه. نه خیلیش نه. اون زمان ده ادیبا و شاعرا بودن. من این زمان ده نه شاعره نه ادیب، دنیا دیگه خیلی شد رفت. چی با قرآن نمره 1 اگر اون زمان ده ایجاد شاعری نمره 1 شد وضع شعری خطی. این زمان ده از روی چیه میگم؟ قرآن مجموعاً 39 نام خطی ذکر میشود. یک نام قرآن کتابه. ذالک الکتاب انزل الکتاب. یعنی نام قرآن چی بوده؟ کتاب. کتاب چی را میگن؟ اصلا در زمین عرب حالی یگان نمودی کتاب عرب نمیدونیست چیه این کتاب. این کتاب نویسی و این چاپی کتاب و ورق و این باب بندی نو پیدا شد. اما در اون زمان خدا پیغمبر میگه این کتابه. در کجای قرآن کلمه کتاب می بیا زیاده از 79 جاده این میگه معنی قانونه. معنی کتاب چی بوده در قرآن؟ قانون. اون زمان ده به واسطه وزن شعر عروضی همه را متهم کرد. این زمان ده به قانون متهم میکنه همه را. قانون های دنیا امروز هر روز این وزن میشوند. 1 سال بعد باز زیدش میبرن که همین قانون شما برضرر برآورده. قانون ها آدم ها رو چکار میکنن؟ اکثریت انسان ها قانون نگاه نمیکنن. اکثریت انسان ها پروای قانون ندارن. قانون هم برای طبقه های همین میانه. اما این قرآن پیغمبر هم میبیا میگه اگر تو من بعد ما جاءک من العلم، این قدر علمی که من برای تو دادم، ما تبین له، این شریعت آشکارت کردم، آشکاری را دیدی، پیشروی را دیدی، اگر با همون مشرک یهود اطاعت میکنی تو هم ظالمی. پیغمبر روی خاطر نبینم تو هم بگه که از گروه زیانکارویی. امروز معلوم میشه که این قرآن از جهت قانون در دنیا یکم ده. اگر دزد نسل پیغمبره، بچه پیغمبره، دختری پیغمبره دستش میبره قرآن، روی خاطر نداره. این قانونه که امروز در دنیا میبینیم ما، این قانون برای بعض انسان ها یگانگر اهمیت نداره. شما همش اینو میدونید دنیا دا. همه کشورهای ابرقدرتی که امروز با نام اصطلاحگر معلومه، همه بریتانیای کبیر و آلمان و امریکا مجموعاً 129 بار قانون علیش کرده بدین. بعد دولتاشون دولت پیشرفت شده. چند بار علیش کرده بدین؟ 129 بار سرقانون علیش کرده بدین. اما قرآن 15 اصرای الحمد در جاش ایستاده، قل هو الله در جاش. یگان انسان یک الف شا گرفته نمیتونه. هست آدم پیدا شود گوه که همین سلمان سوره الحمد اول قرآن میگیره، نمیتونه. خود میگه شما رسیده نمیتونه. اکنون یک بار به خود ما فکر کنیم که به کدام قانون زندگی کنیم. 15 عصر میشود یگان جاش ایواز نشده. ابرقدرت ترین کشورها 129 بار قانون علیش کرده. باید ما یک بار فکر کنیم به کدام قانون زندگی کنیم. کدام قانونه؟ چه قانونه یو؟ کتاب و برنامه دینی ما سیمش هر یک دانشگاه دا پروگرام در کاره. مسجد پروگرامش قرآنه. معلم ما 124,000 پیغمبر. آخران خیشت الهی را بیناش پر کرد
حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم جناب پیغمبر گفتیم دین خدا یک قصر بوده، در تریزش من اومدم محکمش کردم، پرش کردم. ما بعد پیغمبر یگام پیغمبر دیگر منتظر نیستیم. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اکنون میگن که نام ما مؤمنه، همه ما رو مؤمن میگن. اول میگن مؤمن و مسلمان هم خیلی کلمه است. ما در قرآن سوره داریم با نام مؤمنون، با سوره داره با نام مؤمن. دو سوره داریم در قرآن، مؤمن، مؤمنون. نام خدا با مؤمنه، سلام مؤمن، سلام المؤمن المهیمن. نام خدا مؤمنه. ما هم مؤمنیم، دو سوره قرآن ما مؤمنه، نام خدا مؤمنه. نگه سوال میشه مؤمن کیه؟ ما سوال میشه مؤمن کیست؟ مؤمن کیست؟ سوال میشه. حضرت ابوبکر صدیق از همین میپرسن که مؤمن کیست؟ مجموعاً علما گفتن که خصلت مؤمن 80 تا 90 تا، که حضرت ابوبکر گفته از جناب پیغمبر شنیدم که خصلت مؤمن 5 تا تقسیم کرد. ببینید 5 چیز سر شوه او مؤمنه. مؤمن نام خدا، مؤمن نام امت محمد، مؤمن و مؤمنون دو سوره در قرآن. نگه سوال میشه مؤمن کیست؟ حضرت ابوبکر گفتیان که الورع فی الخلبه، کسی در پناهی تقوا داشته باشه. باز ما اجازه نمیدونیم همشته در مسجد هم مشیشتگی هم نمیدونیم. ما نمیدونیم در پناهی باید چیکار میکنه. سری همه خم، همه نماز خون، سری همه خم، همه شیشتگی، همه تلفن داره، تلفن های همه در مسجد قرآن کشیدگی. ما نمیدونیم ممکن در پناهی باید چه تماشا کنه. ما نمیدونیم که در پناهی ما با چیکار مشغولیم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ولا ينظر الى رکوعها و سجوده. نمازی باید نگاه نکنه، رکوع سجودی باید نگاه نکنه. نماز و رکوع و سجودی باید شما رو فریب نکنه. باید مؤمن نیست. ولی در پناهی و چقدر ترس خدا داره. یکم خصلت مؤمن همین بوده که الورع فی الخلوه، تقوا و خدا ترسی در پناهی. همه صحابه بزرگیش همین بود. در دل شب در پناهی ما چیکار میکنیم؟ باید انا همون جدا ما معلوم بشه خدا ترسی ما. یکم ارگان مومن همین بوده که انسان در پناهی چیکار میکنه. باید ما یک مراتب فکر کنیم که ما در پناهی چیکار میکنیم، در دل شب چیکار میکنیم، در دل شب چه مقصد نیت ها داریم. هیچ محل به حج زکات و نماز فریفته نشه برادران. اکثریت جنایت امروز نمازخانه کردیسیان، اکثریت جنایت امروز همه حج زیارت میکردگی و کردیسیان، اکثریت جنایت همه ریشدارا کردیسیان. فریفته نشه ما مومن ها فریفته میشیم به نماز یک انسان. خیلی انسانی در کاره که در پناه ترس خدا داشته باشه. خیلی انسانی. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه غیر روزانه با مردم شب ای خفتن تا بامداد گریه میکرد پناهی. اغلبیت صحابه اتفاق دارن که حضرت دیدگیم منطقه داشتن، میگه در شرق مدینه میرفتیم فقط میگه روشون میپوشوندن تا روز گریه میکردن. چندین مراتب دیدگیم. حتی عبدالله ابن عمر میگه که از روز خلافت پدری من قبول کردگی تا روز در خاک موندنشه پدری من چشماش یگان مراتبه از سرخی گریه برنگ نبود، فقط سرخ بود. میگفتن چی بود تا خیلی بسیاری بعد گریه میکنی خدا چی روزه گریه میکنی، یگان روزه هست. میگفتن بچه هم عبدالله کاش که خوشاک میشده. تا چی بود؟ گفتن خوشاک و سنگ خدا نمیپرسه. اگر این فرزند خطا به خدا میپرسه. این اسلام به واسطه این دین ما رو عزت داده. میگفتن چی با قدر شب گریه میکنید؟ میگفتن اگر در این شب شتر را وزبین بار کنن و خر را سخت کلتک زنن
و محکمه خدا در روز قیامت میخیزه میگه عهد خلافت عمر بود. من جواب میتیم این شب در کمپیر شو خیزه گریه کنه. او فرزندای یتیم شده در عهد من. اون نفرایی که در این جنگا رفتن مردن فرزندای و یا شو میخیزه پدر میکوان. راهبر کی بود میگم؟ من سبب میشم. من گریه میکنم. من حضرت پناهیو رفته میگه گریه میکردم در 11 سال قریب خلیفگیشان همین خیل خراب شدگی بدن. حضرت که میگه از خرابی نمیگه کبود شدگی بدن. بسیار گریه میکردم. چی میخیزانه در دل شب اولیای ما را؟ خیلی انسان ما باید در پناهی ترسیم بای خدا. اینجا دا همه ما خب میکنیم، مسجد همه ما خب میکنیم، روز جمعه همه چیق میکنه و سر ما چی میدونیم در پناهی چی گفت؟ خیلی انسانی در کاره که در پناهی ورع داشته باشه. اغلبیت انسان همین زمان بامداد قضا میکنن. نخواندنی بامداد این یک از خصلت های منافقه. کسی 2 بامداد 3 بامداد قضا کنه و خصلت منافقی داره. حدیث صحیح هم. اغلبیت انسان ها همین روز فقط جمعه میخونن، پروای 5 وقت ندارن. شما باور کنه بسیارن خیلی ها. اغلبیتش بسیار انسان های هستن امروز همین جمعه میبین به قطار خلق. اغلبیت انسان های هستن که مسجد فقط عید رمضان قربان دا میبینن. اصلا همون روز میبینن خیلی میگن همون رو میبینیم هوای مومنه. نه خیلی انسان در کاره که در پناهی ترس خدا داشته باشه. خیلی انسان در کاره که در پناهی ورع داشته باشه. دنیا شیرینه، حالتهای میبیه که پولی بسیار میبیه، حالتهای میبیه زنی زیبا میبیه، حالتهای از امکانیت ها میبیه. انا همین جد مومنی معلوم میشه. یکم خصلتش همین بوده. دویم خصلتش حضرت ابوبکر گفته که از صدقه عند الفقر، صدقه در حالت فقیری مومن معلوم میشه. تا چه خیر گفتم بای صدقه نومی بای نفقه. بای صدقه میدادن نومی بای چی بوده؟ نفقه. اگر کم بغل صدقه میدادن نومی او صدقه بوده. صدقه ای نفقه 47 درجه نزد خدا فضل داشته. انانو کم بغل در وقت کم بغلش مومنش معلوم میشه. و مما رزقناهم ينفقون. این مومنا همون رزقی که خدا داده همون با نفقه میکنه. میتیه آدمی که خودش بزور داره با همون لبه که همون میپوچه و با یک آدمی نادار دیگه در برده میتیه یا لقمه هم باشه این نامش صدقه بده. آدمی که دولت داره و سولت داره و یک گاو پخته آورده میتیه مردم میخورن نام این نفقه بده. همون یک خرموها که آدم فقیر صدقه دادگی از یک برزگه و این 47 درجه نزد خود بلند بوده. انا همینجا معلوم میشه. انا همینجا او ثروتمند میلیون تیه انمون فقیره که از محنتش همین قانون میبیاره و همیش هم میشکنه و در دیگر فقیرش میتیه. این فرق داره از او. حضرت گفتن که از صدقه عند الفقر، صدقه نزد فقر. حضرت امیرالمومنین عمر ابن خطاب پرسیدن یگان مراتبه از خدا شخصی بزرگ دیده؟ بله. گفته کی؟ در زمان خلیفگیم. گفته چخیل دیده؟ گفته در بازار مدینه که کلانترین بازار در عهد خلافت بود من هر روز بازار تماشا میدارم آدم. گروه فقیرای را میدونستم که اونها حمال بودن، گروز چی بودن. من می اومدم همین کیسم تنگه موندگی در کفای دستاشون یه تحت پناهی میدادم. صرف تنگا نکمده تیلا بودن. این زندگی تو نگذرانه. از بین اینها یک تاشم میدیدم که هر باره که تنگه را میدادم شد تا پشت یک دیوار تو میخورد. باید کنه پشت همین پرسن کون کیه همی فقط همین من میتیم شد پشت دیوار تو میخورم. اکرد میگه از دور نظر کردم که میگه پشت دیوار تو خورد و یک گروه فقیرای دیگه خیلی 6 تا همونجا میگه یا صراف بوده ولی چیکار میگه ده تنگه رو دراز کرد میگه او همون تنگه رو نقره کرده. بعد از همونجا میگه چند قدر همون مردی کاری بود میگه همون تقسیم کرد. با فایروش کردم گیجه بیو.
همین کار ما چند مرتب پایخاز کردم اما دو تنگه که ما در کف دست میتیم یا ماه زندگی تا نمیشه که همورا خودت بخری همورا خودت استفاده کنی خودت محتاجی بو چی مردی کار بازار مردم جمع میکنی و یا تقسیم میکنی مگو امیر المؤمنین گفت شما قبوله ما قبل شما رو قبول دارم با جان دل میگم یارو جناب پیغمبر خودش تگی بده همین صحابه کرام بودن جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله خودش تگی بده رسول الله دعا کردن که پروردگارا روز قیامت من در جمعیت فقیرا محشور گردون من در بیش خطی فقیرام من همه اوجه که ای فقیر در روز قیامت در بدن من هست ما همه را به یگان خلیفگی شاهی شما نمیتیم من هم خیلی انسانم که پیامبر گفته که دعا کرد که من قطعی فقیرم چرا پیامبر دعا کرد اسلام زیدی گدویه اسلام زیدی فقیریه جامعه فقیر بود جامعه نادار بود رسول الله گفت که من قطعی فقیرم در بیشتر فقیرا شما زیغ نشوه من قطعی تونم دیلی همون شکسته بود گفت من همون بزرگی ما همون فقیریه که دارم در همون زمره گفت ما به خلیفگی تنمید تو هیچ مرگو همه خفه نشو حضرت میگه بابا که هم گریه کرد میگه که بعد از او گفت که قسم به خدا گفت جوان مردی و مردکی همون گفت به ای خلیفگی بدونستم که یک فقیر من گریون کرد که همه تونست که حضرت همون خزینه های مدینه را گیره و قصر رو سوزه همه‌اش دستش بود نگه همه خیلی انسانو بود از صدقه تو این در فقر صدقه در نزد کمبغلی انا همین وقت مومن معلوم میشوه مومن در همین وقت معلوم میشوه بعد از او پرسیدن حضرت بعد از او شما چی گفتنی با دوام ته گو المصیبتو این در بقا یعنی که شما نگاه میکنه که مصیبت بالای شما در میبیایه و چند قدر دینتون حمایه میکنه اندکک فقیری خدی اغلبیت انسان ها مسیحی شدن اندکک بحرانا گفتن روز آخر شدن اندکک مشکلات بالا آمد دین فروشی شد مومن کسی هستن گفتن که بالای اوده چی آفت میبیه و چند قدر دیندار میمونه امروز ما کم ترک فقیر شدیم کم ترک نادار شدیم چاره و راه میکنیم که ای کجا باشه برویم ای کجا باشه چیکار کنیم نه آخی یک مرتبه باید ما فکر کنیم که دینی ما در همین فقیری ما را چی میگه دینی ما در حالت بایی ما را چی میگه دینی ما در حالت مقصد زنداری ما را چی میگه دینی ما در حالت مصیبت ما را چی میگه یک انسان مصیبت بالاش میبینه با پرگه خدا ناامید میشه نه آخی دین چی میگه دین چی تعلیمت میتیه دین میگه اینا لله و اینا الیه راجعون گو صبر که سر تخم که فقیر باشی دین تو را چه تربیت میکنه بیمار باشی دین تو را چه تربیت میکنه برای همین انسان در حالت آفت بالای دینش آمد چند قدر دینش میقپه جناب پیغمبر صلوات الله ربی و سلام گفتن یکی از نشانهای قیامت همینه که انسانها را ایمانشان رنگ لخچه میشود همین ایمان قبیده نمیتونه کسی که همون لخچه را حفظ کنه گفت او را ایمانش به سلامت میمونه از همیه یک دوره اومد که اندک کار خیلی ایمان های دست میتهی اندک کار خیلی ایمان های دست میگیره خیلی انسان در کارهایی که ایمانی لذیذ خدشمونه ایمانی بلال بینه او عذاب بینه ایمانی امار بین پدرم میکشن مادرم میکشن در دین رسول الله اومده با پیامبر جنگ میکنه که به خاطر تو تا چما کشتن امروز اگر به خاطر اسلام یک تایمو اگر یک انسان بردن میگه بدبخت همون سبب شده میکشه در روی دین امار پدر مادرش نکشتن بلال نکردن چند قدر انسان ها در عهد اسلام در عهد پیغمبر خلیفه دنیا گذاشتن اومده خرخشه برداشتن ما همین خیلی میگه ایروی همون شد ایروی همون شد ایروی این شد ایروی نه آخی دینداری ما نزد مصیبت معلوم بشه چند قدر دینداری سیمش انا همین بوده دینداری ما چند قدر آفت بالا ما ببین چند قدر دینداریم حزل شوخی بازی کار دین جای حزل نیست دین جای شوخی نیست دین در جای خودش باید روش اجرا کنه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وقتی مردن شدن یک نامه از درونی صندوق یافتن خواندیان
گفته زمان میرسد انسان ها در 5 وقت نماز 5 بار آینه نگاه میکنن، لیکن گفته در 5 وقت نماز 1 بار در آینه دین خشن نگاه نمیکنن که چیکار کرده گشتیسیم. 5 بار در آینه نگاه میکنه، سرشون میکنه، 1 بار آینه دین در پیشمون میمونیم که همین دین چی میگه با چیکار کرده گشتیسیم. میرسد که همون زمانی دین مورد چی میگه؟ آینه دخمون راست میکنه، خشنو میکنه دقیقه با دقیقه. لیکن 1 بار دینداری مونه چی زن داری رفتیستن، چی گودک داری رفتیستن، چی دختر داری رفتیستن، چی پدر داری مادر داری رفتیستن، چی احترام کلام رفتیستن، چی روز رفتیستن. مردم بودن حضرت حافظ که روزی بهیم طلبن از ایام، مردم میگه پگاه خوب میشوه پگاه خوب میشوه ولی نقض میشوه، این شما میگه ای روز شو بعدی دسته. روزی بهیم طلبن از ایام پگاه خوب میشوه، کباب پگاه خوب میشوه، میگه نه پگاش بعد چی دسته، پگاش بعد چی دسته. همین بدیه که همین سلامت خدا پناهته، این شوخی نبود این کار. ولی کی میدونه آیندهش چیه؟ هر روز برای ما یک وضعی اومده است. انا همینجا دین معلوم میشه، انا همینجا دین داری معلوم میشه. دین چی میگه؟ دین چی کار میکنه؟ همه این ویروس آمدگی جزا و مکافات خمون بود بالای سر مونده. یک دوره بود به مهری به محبتی از خدا دوری، هم این همه که برطرف شده با همون خصلت‌های بدمون میسودن. هیچ دین ما رو تغییر نداد. معلومه که در آینده نزدیک با یگان آفت دیگه هست. ما عبرت نشد. 50-60 انسان ها را گور کردیم. مرده های انسان ها در مرگا قریب تمام شد، پوسید رفت. عبرت نمیشه. 1 بار به جای هوای خمون رو نمیدونیم. همه انا همین مکافات عذابی دست خمون بود. قرآن میگه جزاء بما کسبوا، چیز کسب کرده میته میگه مکافات شما. همه همین ما 1 مرتبه دیدیم. بیا چی ای دستی مردم هم باشه، چی ای جنگ بیولوژی هم باشه، مهم همینه که ما همین عذاب دیدیم. همین دم دینداریمون باید معلوم کنیم چند دین داریم. باید ما دینداریمون دوست داریم، چند دین داریم. نه برعکس. بعد اندک با سبکیه با همون بیدینی دیانتی. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرؤوف الرحيم. خداوند جمعیت ما را جمعیت خیر گردان، پیشگامان کشاده کن، توفیق ده ما را مؤمنین واقعی گردان. خداوند خیر برکت در این دکانتا کن. گذشته های اسمت الله رو پروردگار جاهاشون بهشت گردان، زنده هاش توفیق ده، فرزنداش هدایت کن برای راست. پروردگار رو از چشم حاسد و قاصد ظالم نگهبان باشد. این خاندان و این دکانش فیض برکت عطا کن. الله اکبر.